دوستان سلام. امروز من خودم تنهام چون که یه دونه میکروفون داریم، ولی جدا از اونم اگه دوتا هم داشتیم شاید نمیومد، چون میگه که من قیافم خوب نیست الان بلم. حالا آره خلاصه امروز در کنار من هستین، اومدیم با هم فروشگاه دیزنی توی دبی مال. بچه این شعبه تازه باز شده، یعنی قبلا نه. این بنده خودم الان چند باره رفتم اومدم تو، هر سری هم سلام کرد الان رفت کنار. فروشگاه همونجور که داریم میبینین تم کاملا کریسمسی داره، به خاطر اینکه الان تا اوایل دسامبریم و کامل فضای کریسمسی رو ببین. این منگوله ها رو ببینین، خدای من. کلاه استیج بذارم سرم؟ نذارم، باش. به دنیای دیزنی خوش اومدی. توضیح دیگه دیزنی توضیح دادنی نیست، دیزنی لذت بردنیه. حالا میخوام بهتون بگم که چقدر چیزای خفن داره و چقدر با جزئیات هست. حالا این قسمت وسط رو که دیدین، میکی ماوس، مینی ماوس و پاپوشاشون، لباساشون، حتی استیج با تم کریسمسی داره. بیا این جورابای کریسمسی هم ببینید. از اینا که از شومینه آویزون میکنن داخلشون شیرینی میذارن. حالا نگفتم ما هم داشتیم که. اما اقسام فیگورا، پازل، بعد یه قسمت خیلی جذابم داره. مرسی که همه رو میندازی آقای فیلم بردار. و فیگورای بزرگ مثل السا و شخصیت مورد علاقم شهردار وودی عزیز. نوشته شهردار. نه ببخشید، راست میگی کلانتر، ببخشید اشتباه ترجمه کردم. شریف درست. خب اینا کفشای مینیموس هستش که میتونید برای بچهای نازتون تهیه بکنید که بپوشن. اینم بسکت پیکنیک مینی ماوس هستش که میتونید باز برای بچهای نازتون تهیه کنید. حالا یه چیزی میخوام بهتون نشون بدم. اینجا که کلا این قسمتش واسه توی چی بود؟ داستان اسباب‌بازی. این دوست عزیزمونم خوانندگیش واقعا خوبه. همون سری رد شدم بهش گفتم تو رو خدا بلندتر بخون. اسمش چی بود؟ لاتسو توی کارتون چی میگفت؟ آقا شایان چی میگفت؟ چیزی نمیگفت، بقیه میگفتن بوتوت فرنگی میده. زیر بغلش بود. واقعا بوی توت فرنگی میده. نه مسخره کردی، فقط شکمش میده. بچه واقعا بوی توت فرنگی میده. چی داره یعنی؟ یه بار دیگه بگو. خب حالا بریم قسمت بعدی. لباسا و هم وای خدایا من باید دوباره بچه بشم. It's okay. باشه اینا مثلا کفشای بلورین سیندرلان. خب خیلی بلورین نیستن ولی دیگه حالا هستن. یه پولیش میخواد. آره. اینا اکسسوری سیندرلاست. اینا هم لباس. الان اگه باشه پسرنم بیاین وارد دنیای مارول میشیم. اونجرز حال که خوابیده، خیلی اعصاب نداره.
خب اگه در جریان باشین 27 نوامبر زوتوپیا 2 داخل دبی اکران شد و خب هر وقت هم که یه انیمیشن دیزنی اکران میشه، حالا انیمیشن یا لایو اکشنش، فروشگاه ها معمولا سرش رو میگیرن. اینجا هم اصلا مستثنا نیست، چون فروشگاه خود دیزنیه و نیو ارایوال هم هست دیگه، کاراکترهای زوتوپیا. این میدونی اسمش چیه؟ چی؟ بکنم اسمش قیشقیشه. قیش قیش قیش. حالا بیا اینجا. به صرف چایی میتونی تشریف بیارین. البته قبلش اومدین اینو برام بخرین. ببین چنده؟ 180 درهم. 180 درهم. اینجا که کلن همش ماگه. دیگه بریم به دنیای پرنسسا نزدیک شیم. پو نازنینم همیشه مظلوم و ناز. عروسک‌های پو رو میتونید در تم‌های مختلف ببینید. این از همه بامزه‌تره به نظرم. من همیشه ناراحت چیز میخره؟ آره. خیلی خره ناراحتیه. بچه من موهامو نزدم این ریخته شدم. برو بابا. بیا. بعد اینا میبینید اون قوه ها با تمای دیزنی. میبینید؟ خب اینجا بله سوار بر تخت سلیمان. خب وارد دنیای پرنسس‌های دیزنی میشیم. زیبای خفته. یه تم دیگه از زیبای خفته، بالای تینکربل. راپونزل. و من از این عروسک‌ها خیلی خوشم اومد. اگه لیتل مرمید رو دیده باشی، این خرچنگ سخنگوه. برق میزنه. بله. ببین خیلی دوست دارم بدونن که مینی ماوس از چه نوع موژه و چه ریملی استفاده میکنه. رازش اینجا هستش که میفروشن. اتفاقا عطرش رو هم گذاشتن. اینم عطرش. بفرمایید. متشکرم. حالا یه نفر دیگه هم مثلا اگه کنجکاوی بدونی از چه برند لوازم آرایشی استفاده میکنه، ایشون هم از موژای خودشون دارن. ملفیسنت، بانو ملفیسنت. ببینم دیگه چی داره. اینم ماسک صورتشونه برای اینکه پوستشون خراب نشه. خیلی خوب رسیدگی میکنن به پوستشون. وگن هم حساسه برای دوستان که نگران این موضوع هستن. دیگه چی؟ این برای کروئلاست. میشناسینش دیگه یا باید معرفی کنم؟ همون خانومی که 101 سگ خالدار. اینها وایسا. دیگه اینجا که موهاش نصفش سفید بود نصفش مشکی بود. خب
اینم برای لاینگینگ سیمبا خود بریم به خیلی گذشته کتاب جنگل بالو. آهنگایی هم که اینجا پخش میشه آهنگای خود انیمیشن های دیزنی یا لایو اکشن های دیزنیه یا حتی کلا فیلم های دیزنی. این فیگورا رو بگیر، اینا فیگورای خاصن ها، اینا جز کالکشن های خاصشه که اینجا گذاشته. آدرس رو برشون توی کپشن میگم که چجوری باید بیان اینجا. من چون خودم عاشق اینجا بودم خواستم یه توری اینجا داشته باشیم و من جا موندم از تصویر. گفتم که یه توری با هم اینجا داشته باشیم که براتون بذارم. حالا درسته شاید من میدونم شما منو بیشتر دوست دارین، الان من هستم شما خوشحال‌ترین. بله یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و کانالمون رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فعال کنید که ویدیو بعدی از دست ندید. خدا